این خاخام مرده پرست مسلمان شده از اهل صنعا بود، همچنان که طبری میگه، ابن اسیر میگه، ابن کثیر میگه، ابن خلدون میگه. اینها معتمدترین تواریخ اسلامیه و وجودش شبه اتفاقه، اگرچه اخیرا مرتضی عسکری اومده کتابی نوشته و مکر و فریبی که انجام داده که اونو منکر شده، اونو بازی کرده. و در عهد عثمان این آقا تظاهر به اسلام کرد، رفت به حجاز، تو که عرض کردم چیزی دستگیرش نشد، رفت به کوفه، رفت به شام، رفت به مصر. و وقتی که امام تراشی رو شروع کرد، بنا به سابقه پیشین خودش ادعا کرد که 1000 تا پیامبر وجود داشته، 1000 تا، و هر پیامبری یک وصی داشته، یک وصی، یک ولی، یک خلیفه از طرف خدا. و علی وصی محمده، و همچنان که خاتم الانبیا محمده، خاتم الاوصیا هم علیه. و هر کسی که به جای علی بشینه او کافره، نباید خلیفه بشه. مردم شورون بر علیه عثمان. گفت که اولین گام اینه که بر حکامی که تعیین کرده از اونا ایراد بگیرید در لباس امر معروف. و با تظاهر به امر معروف شما میتونید دلهای مردم ساده رو، بسیجی ها رو، مثلا سپاهی ها رو، شبیه اینا آدم بسیار ساده اینه، اندر دینی بسیار ساده هست، خام، کال، بعد دلهای اینا رو به دست بیارید و تظاهر امر معروف بکنید. ولذا دعاتشو، نمایندگانشو شروع کرد به اینجا و اونجا فرستادن.